ردیه به صحنه‌سازی و پرووکاسیای مقامات در انتخابات 2015 در اشت و استراوشان. بنده یک نفر تاجیک و شهروند تاجیکستان میباشم، با یگان نمود حزب و حرکت‌ها داخل نیستم. نه اعضای حزب نهضتم و نه اعضای خلق دموکراتی، ولی همچون تاجیک، همچون نبیره سلمان فارسی، امام ابو حنیفه، امام بخاری، امام مسلم، سپیتامین واسع و صدها بزرگان تاجیک پس از دیدن نواری خوب که اگر در کانال استاد محمدین کبیری بود روی میبینه همون نواری که چیکار کردن این برادر با فیلم برای همون نوار یعنی که ردیه نوشتگیه. خوب دیدمش باید که بخوانمش تا اینکه گوش کنه. و صدها بزرگان تاجیک پس از دیدن نواری در بالا موضوعش ذکر شده خیلی طبعم خیره شد و سخت ناراحت کردم. زیرا چگونه که از تاریخ و از زبان استادان میشنیدیم تاجیک را همیشه یک ملتی جسور و نوترس و حقگوی و حقجو میشناختیم که سپیتامین، دیواشتی، شیرک واسه از نشانه های روشن جسارت خلق تاجیک است. اما حالا بعد از گذشت عصرها و این مردم شجاع چی شده باشد که اکثریت ترسو و بیچاره و منافق و چند رویه گردیدند. در اول نوار میبینیم که کسی میخواهد زنها را از جایش برخیزاند و در حال زنان با داد و وای شروع کرده انا آداب اسلام و غیر سخنهای ناسزا را با زبان میارند و همه را با شور میخیزانند. سوال این است که چرا در 30 سال حاکمیت سلالوی شریپویچ حتی یک مادر در یگان نشست و همنشینی ها که از طرف دیگران برگزار میگردد از جای برخاسته فیغان نزد؟ آیا حقوق زنها در دیگر جایها رعایت میگردد؟ در تاجیکستان چقدر زن مسلمان و حجابپوش وجود دارد که عش رحمانوف همه آنها را تحقیر کرده گمراه گشتگان گفت و سر و لباس زنان از دیهات به دوشنبه می آمده تحقیر کرد. در یگان کارگاه مؤسسه دولتی زن با حجاب را به کار قبول نمیکنند و صدها مشکلات دیگر بالای زنان آورد. چرا زن چنین جسارت کرده در نزد امام علی شریفویچ سخن کرده نمیتواند؟ چرا در مجلس‌های حزبی خلق دموکراتی چنین ناراضگی‌ها بیان کرده نمیشود؟ اگر کسی شما مادران گرامی را از جایتان خیزاندنی شد عیب کبیری است اینجا. نه، عیب کبیری اینجا چیست؟ اگر گفتنیه که کبیری سردار حزب است و او باید برای هر یک کاری شده جواب گوید، پس چرا از کارهای بدی میکرده پیروان پیشویتان به شریفویچ عرض و داد نمیکنید؟ شما با گفت مادر هستید، خودتان با بی ترتیبی دست زدید، داد و وای کرده ایستادید و باز میگویید که اول ترتیب رو به جا آورید. یک چیز رو فراموش نکنید، چگونه که تنها ریش و برود داشتن انسان را مرد نمیتواند کند، همین گونه موی دراز و تولد کردن هم کس را مادر به معنای مقدسش نمیکند. جوان خواست مادر را به آرامی دعوت کند، اما آن زن با آواز بلند گشته و برگشته گفت که به زن خودت خوجینی کن، به زن خودش خوجینی کند. ولی مادر درست گفت، هر کس باید به زن خودش خوجین باشد. اما چرا این سخنها را به شریفویچ نمیگویید؟ او شریفویچ به تمام زنان کشور خوجینی کرده آنها را گمراه گشتگان نگفت؟ آیا در راه سطر آنها را از سرشان نگرفت؟ وقتی که استاد کبیری به سخن گفتن آغاز نمود، زنی به او گفت که اگر گپ نزنید بهتر میشد، گپ دوام دهید جنگ میشد. ای مادر عزیز، با من بگویید در این برآمد آیا کبیری با لشکر و سلاح آمده بود که باید جنگ میشد، یا شما گفتنیید که اگر او سخنهایش دوام دهد خود شما مادران با دستور شریفویچ با خون آمده جنگ را آغاز میکنید؟ و من بگویید که اگر شمایان در آنجا با خاموشی رعایت کنید و به ترتیبی راه ندهید جنگ از کجا آغاز میشد؟ پس از ناراضگی مردم برای ادامه سخن استاد کبیری خواستند صحنه را ترک کنند و به سخنرانی خاتمه بخشند. اما باز مردم به شورش پرداخته با هر گونه آوازه‌ها کبیری نگریست، ترسید، گریخته و سوالها جواب ده، از سوالها گریخت و چندین گپ‌های دیگر را گفتند. بنده حیران شدم که چگونه ممکن است اول شخص را از گپ زدن باز داری، او را مجبور به رفتن سازی، بعد وقتی که او رفتن خواست باز او را از سر راه نگاه داری، با او سخن کردن بخواهی. از نگاه روانشناسی یا نفران سالم نبودند یا دلهایشان با کبیری و زبانشان با شریفویچ بود، چون شرح دیگری ندارند. زیرا یک نفر در یک وقت کسی دیگر را هم خاموش است و هم سخنکن گفته نمیتواند. کسی اندک از روانشناسی آگاه باشد از این حالت خوب میفهمد که همه این کارها از روی سیناریا و ساخته بودند. کسی که مادران را به چنین راه برده است الله آنها را خار و ذلیل گرداند. در همایش بعدی که استاد کبیری با استفاده از 15 دقیقه وقت داده شده میخواست صحبت کند، جوان صدا برآورده میگوید که ما این خیلی صحنه‌های بسیار شنیدگی و سوالها جواب دهید و بسیار شنیدگی‌ها. این جوان گفتنی است که در طول 30 سال از سخنرانی‌های چندین ساعته پر از دروغ و فریب شریفویچ بیزار نشدی؟ آیا سخن‌های شریفویچ
تکراری نیست؟ آیا هر سال چند بار وعده نمیدهد که برق پورا جاری میشود و برق خاموش شوی افسانه میگردد؟ آیا این سخنها را سالهاست نمیگوید؟ آیا هنوز هم تاجیکستان به برق نیست؟ اگر چنین با جسارتی چرا در نزد شریفویچ چنین سخنرانی نمیکنی؟ چرا از او نمیپرسی که برای چی اینقدر دروغ میگوید؟ چرا تمام منصب‌های کلیدی را میان فرزندانش تقسیم کرده است و تو جز وظیفه کوسالیسی و چاپلوسی چیزی دیگر نداده است؟ انسان باید کمی شرم داشته شود. اگر مردم برایت چیزی نیستند، چگونه برای پیشرویت چیزی نیستند؟ حداقل از خدا شرم کن. مادرم میگوید 7 سال شد پسرم را ندیدم. پسرم رفته است. او را اسلام گمراه کرد. مادر دیگر میگوید فرزندم را نماز گمراه کرد. بعد شنیدن این سخنها مردای در قفا بوده در حال دستکوبی کردند، چون با آنها فرمان داده شده است که به این مادران گفتنیم که ای مادران، آیا تنها شما مادر هستید و تنها شما فرزند دارید؟ هزارها جوانی که با تهمت سلفیت و اخوانیت و غیره ها با دست شریفویچ زندانی شدند، آیا آنها فرزند نیستند؟ آیا آنها مادر ندارند؟ برای رفتن فرزندانتان دین اسلام و کبیره را گناهکار میدونید؟ آیا برای 2 میلیون جوان مهاجر غلام گشته و 7000 مهاجر در زندانهای روسیه بوده و صدها هزار زندانیان و کشته شدگان از جانب رژیم امروزه شریفویچ گناهکار نیست؟ گمشدگان و کشته شدگان را از طرف کبیره و شریفویچ خوب حساب کنید و از روی انصاف بگویید کدامی از اینها بیشتر آدم کشتند؟ یا شما کورید کرید که نمیبینید و نمیشنوید چگونه دختران جوان با تجاوز از طرف کارمندان شریفویچ به قتل رسانده میشوند؟ آیا چند صد نفر را در زندانهای وحدت و خوجند و دیگرها هم کبیری کشت؟ آیا گلمراد حلیموف و 15-20 نفر همراهش اعضای حزب نهضت اسلام بودند؟ آیا نام تروریست اکستریمیست رو با فرزندان تاجیک کبیری داد؟ من هم یک جوان خون در جوش هستم. چرا مرا اسلام نماز یا کبیری گمراه نکرد؟ چون که من مادری با تربیت و زندگی این نسبتا شایسته دارم. فرزندان شما از تنگی زندگی که شریفویچ برایشان آورده است فرار کردند. آیا از طرف مسلمانان دین اسلام و نماز را گناهکار دانستن ممکن است؟ اگر مشکلی شما با دین است، اگر شما به الله و پیامبر و دین ایمان نداشته باشید، پس لباس نفاق را از رویتان برداشته آشکارا سخن کنید، بگویید و خدای شما شریفویچ و دینتان هر چی که او میگوید است تا با همین بحث به آخر رسد. مادران محترم، افت روی شما را در این نوار دیدم، با شما رحمم آمد که چگونه از سختی زندگی و از کمبغلی حالتان به تنگ آمده است. آیا آماده نیستید که برای زندگی بهتر به نزد شریفویچ رفته عرض شکایت کنید؟ حتما به او بگویید که شما هم میخواهید رنگ عزیزما و آزاده و تخمینه رنگ و روی زیبا داشته باشید. شما هم حق دارید در قصر زندگی کنید، لباسهای زیبا و گرانبها و بر کنید. ثروت‌های تاجیکستان تنها برای زن و دختران شریفویچ نیست. باز از مادر میگوید که 2 فرزندم از پشت نمازخانه رفت و حالا من زن 65 ساله عائله و کودکان وی نگاه کنم. مادر در دولتی که داد از دموکراسی و استقلالیت و صاحب استقلالی داده می شود و بر علاوه این باز پیشوای ملت دارد، نباید مردم به چنین احوال افتند. فرزند یکی در زندان، دیگری در هجرت، سومین در قبرستان و غیره. دولت باید قابلیت خوب اداره کردن مردم خود را داشته باشد. اگر با سبب عائله با دشواری روبرو گشت، فرزند نانآورش مرد، گریخت و غیره، نباید مادر 60-70 ساله عائله او را تامین کند، بلکه باید دولت تمامی تأمینات عائله او و این کمیزات را به عهده خود بگیرد. وقتی از استاد خواستم تا سخنانش را قطع کرده و جواب دادن سوالها گذرد، مردی به استاد 4 سوال داد. حالا حتی به یک سوال پوره جواب ندادم، مردم غلغله برداشتند. آیا فرهنگ بالای استروشن همین است؟ آیا خلق کهن بنیاد بودن همین معنا را دارد که این کس گفتن یا نگفتن خود را نداند و هیچ کس احترام نسبت به رهبر یک حزب نداشته باشد؟ آن مردم جسور استروشنی که چند سال پیشتر در مقابل ظالم غاصبگر شریفویچ ایستادگی کردند، امروز کجا شدند؟ استروشنی چاپلوس و کوسالیست نمی شود. اگر شد در تاجیک و استروشنی بودنش شبهه وجود دارد. چرا چنین میگویم؟ زیرا باور دارم که همه آن غوغا برداشته ها از بالا دستور گرفتند و برای کوسالیسی این عملهای زشت را انجام دادند. مرد کمی مردانوار صحبت کرده از استاد پرسید که برای چی جوانان به گروه‌های افراطی پیوستند. جوابش این است که وقتی جوانان دیدند که با سبب رژیم خوناشام شریفویچ جوانان بیگناه را با مدت‌های 7-10 سال روانه زندان کرده ایستاده است و در تاجیکستان نه کاری موافق دارند و نه خانه و در آباد، پس فرار را بر زندان اولاتر دانسته رفتند. زیرا هر
زیرا هر کس عاقل از زندان فرار میکند. سبب اساسی به گروه‌های گمراه پیوستن جوانان این رئیس حزب خلقی دموکراتی امامعلی شریف اویج رحمان رو میباشد. من در این مسئله بر شما تعدی میکنم که در این کار 100% شریف اویج گناهکار است. اگر خواهید از طریق رادیو آزادی و هر شبکه آزاد و مستقل دیگر در میان مردم در این موضوع نظرسنجی گذرانید. یک جوان خیلی کم تحصیل کرده سخن استاد را برده میگوید که شما با نام خدا گپ سر کرده همه پیروانتان هم معلومات دینی دارند، اما چرا یگان نفر شما از داخل قرآن پیروی نمیکنید؟ ای برادر، آیا گفتنی که رفتار حزب نهضت بوده ها از روی قرآن و رفتار شریف و یتیم و فرایم زاده از روی قرآن است؟ آیا بستن مسجد ها، کندن مناره ها، تا 18 ساله مسجد من کردن، من حجاب تراشیدن ریش، کشتن آدمانی مثل عمرعلی قائد کرامت الله شریف و صدها نفر دیگر در زندان ها از روی قرآن است؟ آیا میدانید که وقتی انسان قصداً یک یا چند حکم روشن الهی را پایمال میکنه چه حکم دارد؟ آیا تو با آن افسانه های رژیمی که چندین نفر را با فریب به نوار گرفته از بیشرمی به مردم نشان دادن آیا باور داری؟ خوبه که بله تمام شد ان شاء الله.